وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان وأمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني. حالا میشه برای ما بگین که خب آمدیم اینها را شناختیم و همچنان منحصر نمیدانیم به یک عدد معین. قسمی که شما گفتین عقیده اهل سنت و الجماعت همین است که اسمای الله متعال منحصر به یک عدد نیست. تعدادی از نام‌ها را الله متعال برای ما معرفی کرده توسط آیات کلام الله مجید یا احادیث صحیح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. تعدادش هم شاید به بعضی انبیای قبلی گفته باشه که به ما از او خبری نداده و تعدادش هم در علم غیب است که به هیچ کس تا حال الله متعال نگفته، مشخص نکرده. اگر ما به اینها ایمان بیاریم، تأثیری ایمان به اسماء الله متعال یا به اسماء و صفات الله متعال در زندگی یک مؤمن، در زندگی یک شخص چی تأثیری داره؟ خب کسی گفت من ایمان هم دارم به این اسمایی که شما ذکر کردین، قوی است، متین است، عزیز است، غفور است، غفار است، هر چی که هست به اینها من ایمان دارم. تأثیرش چی است در زندگی یک مؤمن؟ ببینیم اولین موضوعی که ما در تأثیر اینها داریم، ما وقتی که صحبت از ایمان میکنیم به این مسائل، یعنی اول اینکه ما ایمانمون رو کامل میکنیم در مرحله اول. درست. و ایمان بدون اینها ناقص است. یعنی ایمان بدون ایمان به الله متعال، بدون شناخت و اسماء و صفات الله متعال، بدون اعتراف به اینها، ما اصلا خدا رو چطور میشناسیم؟ الله رو چطور میشناسیم؟ با این صفاتش و اسماءش. درست. با شناخت اسماء و صفات الله متعال ما میتونیم که اون مفهوم در اولین قدم بعد شناخت صحیح، اون مفهوم حقیقی دعای به اسماء و صفات الله متعال رو ما بفهمیم. مثلا الله متعال مگه نفرمود ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها؟ الله متعال نام‌های بسیار نیکو و کاملی و مطلقی داره که در کمال مطلق هستن، هیچ ضعفی در اون نیست. پس الله متعال رو با این اسماء و صفات بخوانید. ما در معنای توسل به اسماء و صفات میفهمیم که چطور از اسماء و صفات کمک بگیریم. روایت جالبی رو ذکر میکنن از یک بادیه نشین عربی درباره آیه شریفه که والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزیز حکیم. در آیه 38 سوره مبارکه مائده. درست. که مرد زن دزد دستش رو قطع بکنید، این جزای آن کاری است که انجام داده است و الله تعالی شیره و حکیم است. راوی قاری که میخوند به جای والله عزیز حکیم در پایان آیه گفت والله غفور رحیم، الله بخشنده و مهربان است. کسی که میشنید چوبانی بود، قاری قرآن هم نبود، گفت این آیه رو اشتباه خوندیم. گفت یعنی چی؟ قاری والله غفور رحیم، قاری حواسش نبود به جای آخر آیه که بگه والله عزیز حکیم صحبت از عزت الله تعالی و حکمت الله متعال داره. بعد از اجرای حکم قصاص در دزد بله بحث قدرت هست و چیرگی و حکمت. درست. این گفت والله غفور رحیم. خب این برای اکثر قاری‌ها پیش میاد. بله. چون تشابه لفظ این از پیش خودش عمدن نبود، سهوا این اشتباه صورت گرفت. اما کسی که میشنید چیکار کرد؟ چوپانی است، یعنی حافظ قرآن نبود، گفت این رو اشتباه خوندی. چون عرب است میفهمه دیگه، میفهمه مفهوم چی رو، مفهوم عزیز و حکیم رو. من این رو میخوام بگم که الان صحبت شاهد ما اینه. وقتی ما میفهمیم اسماء و صفات الله متعال رو، میدونیم که چطور از این اسماء و صفات در دعا در ارتباط با الله تعالی استفاده کنیم. اون گفت که این رو اشتباه خوندی. گفت تو خجالت نمیکشی که به قول الله متعال اعتراض میگیری؟ گفت بعید میدونم که این قسمت آخرش قول الله متعال باشه، چون اول آیت رو میفهمید، چون قطع کردن دست با غفور و رحیم بودن کنار هم یک جا نباید ذکر بشه. این دوتا با هم اگه غفور و رحیم بود که دیگه اینجا، یعنی وقتی الله متعال صحبت از قطع دست میکنه دیگه غفور و رحیم بودن اینجا در این آیه تطابق پیدا نمیکنه با این. دقیقاً. و وقتی مراجعه کردید که نه، گفت راست میگه، اونجا هست والله عزیز حکیم. چرا که وقتی که حکم اجرا میشه صحبت از عزت و چیره بودنه، یعنی باید قدرت باشه، باید تسلط باشه تا این مشکلات حل بشه. و یک حکمتی ورای این حکم هست. اون حکمت ها رو الله متعال میدونه. الان ما مثلا اگر دعا بکنیم، در دعا بگیم یا رحمان یا جبار یا منتقم اغفر لی. یا منتقم اغفر لی،
ای کسی که انتقام میگیری منو ببخش، این بخش اول و دوم آیه با هم نمیخوره. کسی که منتقم من بخوام بگم خدای تو انتقام میگیری از هر کسی که بخوای منو ببخش، مناسب تر اینه که نه که بگیم حالا این حرام است، به هر حال صفتی از الله متعال است، اما ادب ارتباط به الله متعال و اون اصلی که الله متعال فرمود ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها، اون مراد از این آیه چی هست؟ چرا الله تعالی فرمود الله ولله الاسماء الحسنى، نام‌های نیکویی داشت؟ چرا نام‌ها رو ذکر کرد؟ یک تا کفایت می‌کرد. نفهمود بعد الله. بله. به خاطر این که ما در هر نیازی یک صفتی رو پیدا می‌کنیم متناسب با نیازمون. بله. یا رحیم ارحمنی، در قرآن کریم ما داریم ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. بله. صفاتی رو انتخاب میکنیم که متقاضی، من نیاز به پول دارم میگم یا غنی، نیاز به بخشش دارم میگم یا رحیم، یا غفور، یا عفو. من نیاز به این دارم که الله متعال به من کمک میکنه در برابر ظالم میگم یا منتقم، یا جبار، یا عزیز. من در برابر علم الله متعال میخوام استخاره بکنم یا حکیم، یا علیم، چون من میخوام الان از علم الله متعال کمک بگیرم. این به ما کمک میکنه که ما بفهمیم اصلا در دعای خودمون توسل به دعا، در توسل به اسماء الله، در توسل به اسماء و صفات الله متعال بفهمیم که چطور توسل بکنیم. مسئله دوم، شناخت اسماء و صفات الله متعال به ما کمک میکنه تا ما عظمت الله متعال رو درک بکنیم. وقتی الله متعال رو ما میفهمیم که الله متعال رحیم هست، رحمان هست، غفور و ودود هست، ما اینجا دلمون گرم میشه، علاقمند میشیم به سمت الله متعال. شیطان نمیتونه ما رو ناامید بکنه. ما اینجا دیگه همیشه به سمت الله متعال با عشق و علاقه و محبت رجوع میکنیم. میفهمیم که الله متعال همیشه ما رو میپذیره. از طرف دیگه با صفاتی مثل عزیز و منتقم و جبار و این صمد رو میبینیم که الله بی نیازه، نیازی نداره، عزیز، منتقم، چیره است. انسان میلرزه، میترسه، پای خودش رو پس میگذاره. یک جاهایی که خط سرخای الله متعال است در گناهان میفهمه که الان چطور باید پیش بره، چطور باید کار بکنه. میترسه که الله متعال انتقام میگیره، نیازی به کسی نداره. الله متعال چیره است، الله متعال منتقمه، الله متعال قدرت داره، الله متعال عزیزه. اینجا انسان ببینیم در حرکات ما، در رجا به سمت الله متعال و در ترس از الله متعال چی به ما کمک میکنه؟ شناخت این صفات. ما در زندگی دچار مشکل میشیم، سختی ها میاد، مصیبت ها میاد. وقتی میفهمیم الله متعال حکیمه، فعل حکیم خالی از حکمت نیست. الله متعال اگر برای من یک شرایطی رو در نظر گرفته و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، خیر چیزا دوست ندارید به نفع شماست، خیر چیزا دوست دارید به ضرر شماست. اینو کی میفهمه؟ والله یعلم، چرا که و انتم لا تعلمون. الله عالمه، الله حکیمه، الله عادله، الله عادله. فعل عادل امکان نداره همراه با ظلم باشه. فعل حکیم هیچ وقت بدون از حکمت نیست. برای بنده مسلمان خودش که بیشتر از هر کسی او رو دوست داره، چون رحمانه، چون رحیمه، چون عفوه، چون غفوره، چون ودوده. الله لطیف بعباده، لطیف برای بندگان خودش، لطف داره به اونها و این ذات امکان نداره ظلم بکنه. الان در اعتقاد و باور من دیگه تو ناشکری نمی کنم وقتی که مصیبت سراغ من اومد دهن باز بکنم، خدا فقط منو دید، خدا فقط بچه من نگرفت، خدا مشکلی، من چه گناهی کرده بودم، خدا این کار با من کردی، مگه من چیکار؟ زبان ناشکری نمیکنه آدم صبرش بیشتر میشه، توکلش درست میشه، مشکلات زندگی رو میتونه بفهمه، چرا که میدونه یک ذاتی است که این صفات رو داره و اختیار زندگی من به دست اونه. در مشکلات و مصیبت‌های که امت ما گرفتاره، الله متعال وقتی الله متعال رو بنده میشناسه که الله متعال حکمت داره، عدالت داره، کارش خالی از حکمت نیست، خالی از عدالت نیست، خالی از رحم و عطوفت نیست، همه این صفات رو داره، اون موقع فهمش نسبت به مشکلات جامعهش، نسبت به شرایط خودش، نسبت به زندگیش، نسبت به اعتقادش، نسبت به باورش، نسبت به عبادت‌هاش، نسبت به معاشراتش، نسبت به معاملاتش، الله سمیعه، الله بصیره، همه جا میشنوه، همه جا میبینه. این دیگه احساس تنهایی نمیکنه. این فرد احساس نمیکنه که من تنهام. علم یعلم بان الله یرا، در بیابان میدونه الله با من و هو معکم اینما کنتم. همه این مواردی که ما ذکر میکنیم، شناخت اسماء و صفات الله متعال ایمان ما رو تقویت میکنه. هر چقدر اسماء و صفات ما بهتر بفهمیم و بهتر بشناسیم، الله رو بهتر شناختیم و هر چقدر الله رو بهتر بشناسیم، از عبادت هم بیشتر لذت میبریم. فرق عبادت کسی که
عبادتش لذت با کسی که عبادتش عادت در اسما و صفاته، در شناخت الله تعالی است. این شناخت هر چقدر بیشتر میشه، این شناخت هر چقدر وسیع‌تر میشه، ایمان محکم‌تر میشه، شیطان دستش کوتاه‌تر میشه، عبادت‌ها پررنگ‌تر میشه. چون عبادت کسی که من میدونم کی هست، وقتی من اطاعت میکنم فعل کسی رو که میفهمم اون آمر که به من امر کرده چه صفاتی داره، چه عظمتی داره، خیلی فرق میکنه با کسی که نمیشناسمش اصلا کی هست. وقتی که من پرهیز میکنم از کسی که میشناسمش، عظمتش رو، جبروتش رو، ملکوتش رو، وقتی الله متعال انسان با تمام وجود درک میکنه، میفهمه تمام صفاتش رو، اون موقع مشکلات زندگیش براش آسون میشه، عبادتاش زیبا میشه، زندگی براش معنا پیدا میکنه، زندگی براش مفهوم پیدا میکنه. اون موقع این انسان نمیلرزه، چون این انسان با الله متعال در ارتباطه. این انسان همه چیز خودش رو به الله متعال میسپاره. انسان خود دو تا انسان. در وهله اول یک انسان به یک انسانی سلام علیک میکنه، از دور که نگاه میکنه میگه این آدم ولی چقدر انسان بدی باشه، چقدر انسان. بارها پیش اومده برای ما در وهله اول یک کسی رو که دیدیم گفتیم این چقدر انسان بدی میتونه باشه، چطور میتونه باشه. ولی وقتی باش نشستیم، وقتی باش آشنا شدیم، از صفاتش، از اخلاقش، از ویژگی‌هاش چنان علاقمند شدیم بهش، چنان شیفته شدیم به او که اصلا دیگه راحت میشیم، دیگه میتونیم ازش جدا بشیم. مثلا دوری او ما رو زجر میده. ما یکی از دلایل اصلی این که در عبادت‌ها کوتاهی داریم، در رابطه با الله مشکل داریم، اینه که الله متعال رو نشناختیم. ما خدای خودمون اونجوری که باید بشناسیم نشناختیم. چون نشناختیم ناشکری میکنیم، چون نشناختیم گناه میکنیم، چون نشناختیم عبادت برای ما زور داره، چون نشناختیم میترسیم از مرگ. الان اگر به ما بگن آقا روز قیامت اختیار حساب کتاب تو میدم دست مادرت، آیا میترسیم اون موقع از مرگ؟ آیا میترسیم از حساب کتاب روز قیامت؟ مگر الله متعال رحمتش، مغفرتش، مودتش از مادر کمتره؟ کلا و حاشا. امام سفیان ثوری بهش گفتن، میگفت اگر روز قیامت به من اختیار بدن که حساب کتاب تو رو به مادرت بسپاریم یا به الله متعال، میگم به الله متعال، چرا که الله متعال از مادر من بسیار مهربان تره. این فهم الله، این از کجا میاد؟ این فهم این از شناخت صفات الله متعال. ما صفات الله متعال رو وقتی که بررسی میکنیم اونجوری که حقش هست، نه اونجوری که من تو ذهنم فکر میکنم، نه، و جمع بین صفات. ببینیم یک طرفی از خدا مهربانه، میبخشه، نیاز به عبادت من تو نداره، هر کاری دارید میخواد بکن، قلبت پاک باشه، من خدا رو قبول دارم، خلاص دیگه بهشت من تضمینه. نه خیر، گرچه خداوند بد میکنی و نیک طمع میداری، هم بد باشد سزای بدکاری، گرچه خداوند غفور است و رحیم، گندم ندهد چون جو میکاری. این از کجا پیش میاد؟ این از این پیش میاد که الله متعال در کنار اینکه غفور و رحیمه، منتقمم هست، غنیم هست، عزیزم هست. این صفات وقتی که در کنار هم قرار میگیره انسان میفهمه که در زندگی چطور پا پیش بگذاره و بین خوف و رجا این قرار میگیره. و ان شاء الله اگر فرصتی شد ما در برنامه‌های بعد به تفصیل بیشتر در ارتباط با اسماء الله و صفاتش صحبت خواهیم. ان شاء الله. من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني، ذنبي تعلاني